میدونی چرا یه همچین آرایشی تو اینستاگرام میبینی و وقتی میخوای انجامش بدی میشه این. بیا تا بهت بگم چیکار کنی. چون یه حرفه‌ای اول ژل ابروشو میزنه بعد کرم پودر میزنه، ولی یه مبتدی اول میاد کرم پودرشو میزنه بعد ابروهاشو ژل میزنه. یه حرفه‌ای اول کرم پودرشو میریزه رو دستش، بعد با برسش برمیداره میکشه روی پوستش، بعد با یه دونه پد مثلثی اضافه های کرم پودرشو تپ تپ میگیره که صورتش کیکی نشه. ولی یه مبتدی کرم پودر رو مستقیم میزنه روی پوستش، بعد با انگشتش همینجوری کرم پودرشو میماله رو صورتش. یه حرفه‌ای کانتورشو با براشش برمیداره میزنه روی دستش، بعد میزنه جایی که میخواد کانتور بشه. اینجوری یه مقدار کنترل شده ای رو میزنه. ولی یه مبتدی میاد براششو میزنه توی کانتورشو مستقیم میزنه روی پوستش. یه حرفه‌ای موقع کانسیلر زدن اول رژشو برمیداره و اینجوری تیرگی زیر چشمشو میگیره و با انگشتش اونو کامل بلند میکنه. بعد کانسیلرشو به اینجا و اینجا میزنه و با پد مثلثیش اونو زیر چشمش فید میکنه. ولی یه مبتدی یه عالمه کانسیلر میکشه زیر چشمش و با پدش همینجوری اینو میکشه زیر چشمش. یه حرفه‌ای پودر فیکسشو برمیداره، اضافه هاشو رو دستش میگیره و به صورت ضربه‌ای زیر چشمشو و زیر خط گونه‌شو خشک میکنه. بعد براش رژ گونه‌شو برمیداره، اضافه هاشو میتکونه، میزنه روی گونه‌ش. ولی یه مبتدی براششو میزنه توی رژ گونه‌ش و با فشار دست زیاد بدون اینکه صورتشو خشک کنه میکشه روی گونه‌ش. یه حرفه‌ای موقعی که میخواد سایه تک رنگ بزنه با قلم مخصوص سایه‌اش اونو برمیداره و میزنه وسط پلکش و با قلم فیدش میزنه توی رنگ روشن و کامل سایه‌ش و اطرافشو فید میکنه. ولی یه مبتدی همینجوری براششو میزنه تو سایه‌اش، میزنه پشت پلکشو، اصلا فیدش نمیکنه.